روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری ریترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نظام میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب امریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرصه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 4 کشور غربی بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس روادید سفر به امریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا می کنند. اما طبق عنعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیل شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبر امریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم‌های جدید جاری خواهد کرد یا نه. همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام‌های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل ارائه می‌شوند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت این کشور به مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دور دوم رهبری آنتونیو گوترش به انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.